بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خسته نباشید آقای انصاری. سلامت باشید خواهر گرامی. ما یه خانواده سنی مذهب هستیم. ماشاءالله. که اهل نماز و خواندن و در کنار همه این از کسانی که غیر مدد می‌خواستیم و از آنها می‌خواستیم بین ما و الله باشد. در کل چون از غیر الله مدد می‌خواستیم پس مشرک بودیم. بله خواهر گرامی یک کمی تلفن رو دورتر بگیرید، صداتون داره قطع و وصل میشه. بفرمایید. بله. ولی حالا حدود 3 سال است که به لطف الله الحمدلله و به کمک شما الحمدلله و شبکه‌های توحیدی هدایت یافته و هدایت شده ایم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. و حالا آقای انصاریان، ما یک خانواده موحد پرست ابراهیم هستیم و از افتخارات این است که از امت حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. و حالا برای حل مشکلات فقط میگوییم الله اکبر و برای تمام فقط میگوییم الله. برای رفع نیت فقط میگوییم الله. برای حاجاتمان میگوییم الله. الله اکبر. و از الله عفو و عافیت را در دنیا و آخرت در دین و مال و خانه آثارم. آمین. آمین. الله میخواهد بهشت برین را شما و تمام عادت حکمت میکشند و آنند این را برای برگزار میکنند و کمک میکنند که بهشت برین را ظاهر کند. آمین. 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 تشکر از شما خواهر گرامی. الله متعال شما رو در این راه ثابت قدم بداره. ممنون میشید. میخواد با شما هستید. بفرمایید. سلام علیکم آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من تبریک عرض می کنم این تولد دوباره رو به شما و به همه اعضای خانواده‌تون برادر عزیز. تشکر می کنم ازت. دوست دارم، خیلی شما دوست دارم. اینجا مدت ندید بودیم. واقعا خدا آگاهی خیلی راحت بودیم. ما اصلا هیچ دید روی شبکه‌ها که ما موحد شدیم. سه نفر ما چالیم به دست خدا و به کمکش وقایت شما ممنونم. انشاءالله سلامت باشید. شما سلامت باشید برادر عزیز. سلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما. الله متعال حفظتون کنه. تشکر برادر عزیز. تشکر از شما. واقعا چقدر انسان خوشحال میشه که الله سبحانه و تعالی یک خانواده ای رو همه رو با هم به راه توحید و یکتاپرستی هدایت بکنه. من تبریک عرض میکنم خدمت این برادر گرامی و همسرشون و همه اعضای خانوادهشون که اونا رو به این راه، به راه توحید و یکتاپرستی